پیرزن ریزه دسته های واکرشو محکم چسبید. عصاشو کنار سبد خرید واکر آویزون کرد و تمام زورشو زد تا ظاهرش مصمم به نظر برسه. بالاخره هیچی که نبود یه بانوی 79 ساله که در شرف اولین سرقت بانکش بود باید یه جوری وانمود میکرد که هنوز قدرت و توان داره. پیرزن کمرشو صاف کرد. لبه جلوی کلاهش رو پایین کشید و در بانک رو هل داد و باز کرد. بعد مصمم و آروم با کمک واکر وارد بانک شد. 5 دقیقه دیگر بانک تعطیل می شد و 3 مشتری در صف انتظار بودند. صدای جیرجیر خفه‌ای از واکر به گوش می رسید. پیرزن چرخهای واکر رو با روغن زیتون روغنکاری کرده بود، اما از روزی که واکرش با چرخ نظافت خونه سالمندان تصادف کرده بود یکی از چرخاش لغ می‌زد. از طرفی مهمترین ویژگی واکرش این بود که سبد خرید داشت که میشد داخلش کلی پول گذاشت. مارتا اندرسون اهل استکهلم در حالی که کمرش کمی خمیده بود وارد بانک شد. کت ساده‌ای که معلوم نبود چه رنگیه پوشیده بود. مخصوصاً این کت انتخاب کرده بود تا جلب توجه نکنه. قدش از متوسط هم کوتاه‌تر بود، اما علی‌رغم استخوان‌بندی درشتش چاق نبود. عقل به خرج داده بود و کفش‌های تیره‌ای پوشیده بود که اگه لازم میشد جون میداد برای یه فرار سریع. اینم یعنی مارتا هنوز رمق دویدن داشت. البته سالها بود که ندویده بود.